اگر خواهید که روبر دولت دستگیری کنید در یک موضوع من از شما خواهش دارم که دستگیری جدی نمایید. سلام президенти золим, президенти бадбахт, президенти касофат, президенти хунхӯр, то кая хуни моро мехӯрӣ, то кая мо рӯи ту муҳоҷират биёем? бар падарат лаънати золимати бадбахти хунхӯра қалъ, ту тоҷик нести, барои қайқи халқи тоҷика нобуд кардести. бифаҳмира тра дорад мекашему ти золима чӣ хеле кадафира киштан ва бо бегуноҳ бидвая киштан халқиш не ки ту кофир гунаҳгори мо тра дор мекашем ира ёдат наброр золими занғар зан та мегирем да байни халқ тақсим мекунем духтарот қати бадбахти худазада бачаҳои пешмара раъ нагирен десен мана истеъфо 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 раҳмон истеъфо ба гумшак худҷота برادران و بعدا سلام لعنت الله بر تو ای رحمانوف. ای رحمانوف تو این روزها شهروندای ما تاجیکستان رو روز در روز تو گند کشته ایستاده، بازارهای تاجیکستان رو تو با عائله و اولادهای خود سوزانده ایستاده. تو مقصدت چی است ای لعنتی؟ استعفا کن تیزتر هر نس بود این اولادی دتکتری گمشای وظیفه گمشای دولتی ما نس بود بر شما لعنتی خدا بر شما لعنتی الله با تو ای امام علی رحمان. اینا من نورالیوف مصطفی ای حسار من نمیترسم. اینا اگر مرد باشی ای لعنت زده ای دشمنی الله انشالله با عرض خدا کو ما تو رو که دار میکشیم ای لعین لعنتی الله باد با تو ای حیوان بدتر ای فرعون بدتری تو ای لعین ای نمرود و فرعون و دقیانوس بدتری لعنتی الله باد با تو. نه بو ترکان اولاد. سلام علیکم برادرها و سلام با امام علی رحمان. میخوام بگم که تا که خلق مرفعن نگی تا که ما بیدار شدگیم اوزی آخه سایت ها را دبلکیر میکنی وای میکنی آخه ما میدونن ضعیفی شما را که ای ترس و محکم میکنی برای ما بیزار مایده ما میخوایم تو استعفا بده ما همه وقت اونجا بیدار شدیم دیگر ما دیگر او توجیکه پیشینه نیستیم ما بیدار شدیم ما با پیشیم همه وقت با پیش استعفا امام علی استعفا دیگه او قسمای بشیری مادرت میخوردی و قسمات فایدت نمیکن همه میدونه که تو روسیای کسافتی تکش تو اصابدی میسته کسافت کلاغاتی اوکاش نقش خطی اولوده رقصه گمشه ما در رقصه در کار نیست تیا رقصه بدبختی دفع شو استعفا بده جورای بابای فیض خفا نکنین اخی او رقاصه هم است حافظه هم است همه چی است این مشینی که شیطان استعفا قسم زده استعفا قسم زده وطن فروش کلاد غاز رود پری پرابلم اشکان پری درجه نی اولی سرت خالی رویت خندان کنت جنبون قسم خوردی به این و آن پشان قطعا کسلیسا و سمیت دوستان آدم حیوان آدم نمیشید یعنی دروغگو فریبگر امور با حال پیت ما زندگی با طور آدم حرام نخواد که خیلی آدم خیلی بچه ها اصلا دلی نخواد دروغ بگوی شیطانگاری بکنی قرض کنی من مرا دنیا را پر قرض کدگه پایتی دیگه سوما بردگه در کیم که جوا خواه کدگه دولت قرضی دو روی معشر کدگه و اگر دولت خداوند غلبه را به دست من میاره انشاءالله فقط بیاره به دست من کو من بریم قرض کنی را بوار کو اپشتی و گوشپاندی پدن علتی دیگه تو بچه 26 سالت گنرال دادی خیال میکنی خلق توپویا یه بسواد خطا شرمنده کدگی بفهمی گپورا خلق توجیک بدار شدگی اللهم مردانا خدا را کرن شکرانا فیض و برکت در طور سر تاجیکای ما بریزانا امام علی خری دجال ایمو بین تاجیکای ما بردار آمین الله اکبر. روز سری سنگ کلوغ به هوا خواست
از بحر طمع بال و فری خویش بیاراست. 22 سال منمانی کرد و ز تقدیر نترسید. امروز اجلش نزدیک اما خود نفهمید. Эмомали Помидорович, дар давоми 22 сол чӣ қадар золимие карда суномат кардем, чӣ қадар бародара киштем, чӣ қадар халқа муҳоҷир кардем, беватан кардем, чӣ қадар ҷавонҳоро дар роҳ партофтем, дар як роҳи гумроҳ партофтем. ҳамун ҷавонҳо имрӯз хеста баромад кардесиям против ит. ҳамун ҷавонҳое ки намондишон хонанд, намондишон ки илм омӯзанд, зиндагишонро беҳтар кунанд, ватани Тоҷикистонро обод кунанд. мо медонем ки ту миллати тоҷик нестай. تو چی درجه رو وردی خلق خش تبورات همه وظیفه تقسیم کردی 3-4 تایی بچه تا گنرال مایور دادی در سین 25-26 سالگی همه را خلق دسته مردم تاجیک بیدار شده لکه پیش راه ما رو دیگه بسته نمیتونی کانال رو محکم میکنی کا پلوس رو محکم میکنی با دیگه واریانت ها هست انشالله خلق میبوره و گپ شگب میزنه همه قدر وقت داری یک ماه دیگه وقت داری که چمدون تا جمع کن اگر успеет کی نکردی وای برحال ای امام ما امام رحمان ایره خیلی چی میگوی 23 سال در سر قدرت های خیلی پیر شدی امام استعفا بده پیر شدی فرزند تو وظیفه تو اجرا کن نمیتونه نک با اجرا میکنه ایتیده با گرگ گشنه های استعفا امام رحمان استعفا امام رحمان خداوند سرشتت کنه در همه مشکلی ها خداوند دچارت کنه همین حال هزار مهاجرات در سر خودت باشه امام رحمان استعفا امام علی رحمانوف تیق زمینای وطن ما رو فروختی امام علی رحمانوف تیق پولای ما رو دزدیدی تیق فساد اخذ کثافت در سر تاجیکای ما آوردی در همش تو جواب میگوی در 23 سال بوی گدایید نرفتک اکیا لیمچچه بگو زن تا بودو زد که سکورا دیگه لیمچه را سری ارقا میکنی با هم گدایید تا دوام دادن میگیری تلبیده جوگی میشه خدا زده جوگی بودی جوگی میمونی هی کلغاوس تو زیبی رقصگی داری ورا در دوبای رقصش پول جمع که بسته دخترات خیلی بسیارن هم کسا پول جمع میکنین یک جهان تشکر برادر یک جهان تشکر ما باید دستگیر امام علی مطرح امام علی نمیگیم که برای که گناهگار میشه مطرح ادیک میگیم ادیک تو کثافتی تو سرخری بدبختی ظالمی ترا با هزاران بار میگه تیا رقصای ما نمبریم زنده مونیم ترا کرتای چکن میپشونیم در راه دنگره دارن داشت دارن چول به آوی دکو ترا رقصات دکه چی رقص حافظای هسته چی داخلی متمگلی هسته کو مورم حافظی میکنه تو هموی فرزندات هموی ناو تدی که ناو بچه دخترت میره کنه کن مجنبونی پیدرست نگادیه عصبادی نیسته یو بانی گنی داتی ایدیک ایتو پیدیک بیو دیپلوی مرا با در کونت بزاک ما ایروی تو مهاجر شده بی شکاتور زده سیم با دیپلوم بدشنام برادران بدشنام ادیک تو امروز ترسانچکی خود رو نشان داده و برزیدی ما هر گونه ستم میکنی و این رودان که ما به نزدیکی عمل خود رو خواهیم کرد تیاری اما رو دیدگیم ای لعنتی کسا بگو تراکتر ستلیسکا شبان ده احلا علو چبور کن لعنتی دخش قطی تراکتر تا ادیک مراجعت من برته در 27 میلیون دلار کپلیس مان کردی در 3 میلیون دلار زیلورا مان کردی فایدت نداره ما حمله میکنیم جوانو ای همه طرف ای بدخشان ای سوغد ای همه طرف ما در تلشکای اکد بورد میکنیم قد خشت بورد ای اون که جرد میکنیم ایدیک استیفو امام علی گوولی فرزند گسلت گیر خیز راو میخوایم که جوانای ما که در تاجیکستان هستن چیزهایی که شما در رادیوهای تاجیکستان آن نوارهایی که در تلویزیونهای تاجیکستان میبینید شما که رحمانوف رو تعریف و تنصیف میکنن اونها همش پیشگی برای شما تیار کرده است
ولی که شما با چشم‌های ما نمی‌نگرید تاجیکستان رو، با گوش‌های ما نمی‌شنوید تاجیکستان رو. بیدار شوید ای جوان‌هایی که این سخن‌های ما رو می‌شنوید. نیست بود استعفا بود امام علی. ایا تاجیکستانی آزادی من، امید و دل و خاطری شادی من، چو فرزندی تو حاضرم بر دفاع، بریفزی تو جان را نمایم فدا، بریفزی تو جان را نمایم فدا. انشالله ما میگیریم بلستا. انشالله. ما امام علی یک چیز میخوام بشنوم. بگو که یک جهان تشکر من رفتم، همین را بگوی تو برو باور که یک بقا صدقه گفتگیم، هم بقا صدقه میکنم باور که ای امام علی. بگو که یک جهان تشکر بچه ها من رفتم، همین را بشنوم یا باید تو. ای برادر که جا میروی که پول زیرزگی خوردگی که زمین فروختگی ای پول مولا همه را رشد میکنه با میروی. امام علی پامیدورویچ حاصل دیدین؟ همین حاصل شما فکر خلق نکردین، فکر فرزندای خودتون نکردین. فکر خلق اگر میکردین در این روز نمیشید. یک روز نه یک روز چی خلق میخیزه سرمنا. همین رزولتات خودتونه تماشا میکنین که چی کارتون میکنن، در چی کار میبرن میزنن تون. ایرا ما میکنین جوانو انشالله. حاصلی که تو ما را دادی در دوام همین سالا اما حاصلی تیه برای خطت عجال تیار کردی، فکر کردی میلیاردایی که گرفتی دیگر تقسیم بازی کردی، اشرات کردی، خلق را چی میبرو نه زاید سعید محکم کردی، برادر جانی ما را شهرت قدرت فا محکم کردی، خیال مکنی را مردم میبخشن نه. این وزیرات خیال پشتی تا گرفته میتونن، سید مومین یکیموف دیگر روش نه. هیچ کتر دیگه سپاست کردن نمیتونه. پروتف مسا رفتن در کار نبود. ای سال 2006 علاقه خیانت کردی. خودت کنستیتوسیا را شکستی، کنستیتوسیا تاجیکستان. خودت رعایت نکردی قانون تاجیکستان، قانون خودت شکستی. یه دجالی کافر، این غضب خلق تاجیک، این غضب خدا در طور سری تو دجال تی. ما انشاءالله کمر بسته. ما همه روز فهمیدیم این ریدگی رحمان وقتی کارگراش همه روز ما باید این زیق نشیدم و نوبرد خرسان شدم که این کار ما ترس دستم باید نه اب خرسان این خرف کردن کو این سبب شکستن یا باید که همه وجی نگه کو چی کاری که اینا میکنن خجل چو خواستم دیستم باید که انشالله. برادر عزیز گیجور برای این پدرست، این پرازیت این را ما زنده با زنده کو پوست میکنیم نوال میکنیم. رحمه رو سیگ دست من گوش که انشالله نمورم همین طرح من لیش زنده با زنده پوست میکنیم نوال میکنیم. در موزی حیکل سوریک کشالت میکنیم که تمام مردم رو جهان بینن که تو چی قدر انسان پسی، تو چی قدر مودمی، تو چی قدر پرازیتی. تو همامی فراموش نکن. به هر یک خطر او خیلی او که تو بازار ما کشتی ما 100 خون میگیرم. اینا فراموش نکن. یک کثافت اگر تو ذره ایمان داشته باشی تو بگو که این کریسلا قطره خون را نمیارزه. تو خودت استعفا بده برو. تیرا بدون که اگر که یک قطره خونی برادرای ما ریخت زنده نمیمونی. ترا یگان کس پستت نمیکنه. تو خوبش به خوبی بگو که این جا قطره خون را نمیارزه. بخه هوی بخه کراچی جیل پوستک تا جمع که هوی پروسا نیو اول قرضو را بته با هوی بخه هم لیمچچه گفتم که سری حرکه کن خونه به خونه جوی. امام علی پامیدورویچ اینقدر در تلکانال و رادیو تاجیکستان شب روز فقط شما را تعریف میکنن گرد میزنن که امام علی خی کرد، امام علی خی کرد. تو پسلیدی توالتو را امام علی میدوره فقط حقیقت لینتش میبره. اخی فریب کردن همین مکر هیله دور دوام نمیکنه. فقط خلق شما میترسونه سالوی 92 امام علی خیل کرد، سالوی 92 خیل کرد. اوی سالوی 92 نیست امام علی پامیدورویچ. مردم عقلشون در جا شما قدر خوب غفلت ترسوندی مردم در یک کنج بردی جا کردی. در روز رمضان خیستی مردمی بگناه کشتی. اینا را فکر میکنه میبرون دمو نه ایرا نمیبرون دمو.
این چیزا همه میگرده. حیاتی که بردی 22 سال خلق کشتی ظلمی کردی، در نظر رنگ یک افسانه میگذره انشالله. وقت ساعت نزدیک آمدگه در پس پنجره همه شمیورن. اگر دلای صدام حسین 17 تن بود 17 ایت ممکن 40 تن شوه 200 چند تن شوه. همه یورو در نظر میوری سر تخدت خوردن میگیری در انشالله. ترا هیچ که کشتن در نمیتین ترا محکمت میکنیم که مدلینن که عذاب قطعی میبری انشالله. ترا دامادو تا دخترو تا دیگر تا همه چیزات هست، همه ظلمی کرده. این پلیس دکلوچانی که بگناه در اوجا این قدر مردم ها که مهاجر کرده ای وطن به وطن در دوام 20 سال 22 سال این قدر برادرو در غریبی مردن زیاده از 40,000. این قاپا خواهرو همه فاحشه شدن رفتن. همه این حاصل کارت بود، فقط فکری خطا کرده. امام علی فراموش نکن ما او زنکی که در شهر توز ایخش تبار تو چی رنجای کشیدگی بود ما و همش دیدگی انشالله دوا جواب میتی در ناموسی و تجاوز که انشالله جواب میتی. یا فراموش نکن ما برای هر یک افا و خواهرمون در کور باشه خونمون نمیتیم. تو ظالمی. ای امام، ای رحمانی جنده ترا لقب جنده رحمانی جنده پوش او تو با آمدی او چیاد نشه پودوانات نشه. او پودوانات که یکم وقتی که ما غلبه کردیم که یکم پودوانات میگریزه ترا در بین کنلیج میمونن. ای جنده پوش ترا در وقتش ترا رحمانی جنده میگفتن. فهمیدی رحمانی جنده برو پیشکی برو پیش پودوانات برو فرار کن از تاجیکستان که ترا کنلیج میمونن در بین میدان. رحمانی جنده برو دفع شو از تاجیکستان. السلام علیکم امام علی رحمان. اول اینکه به تو سلام حیف است، دوم اینکه نام و نسب به تو حیف است. تو از خدا ترس. تو ببین چقدر رنج میکشن این جوانان تاجیک، چقدر از تحت دل این شیران نری تاجیک گپ زده ایستاده‌اند. تو ببین تو گفته بودی که من یک برادر تراکتوریست داشتم ولی نگفتی که تراکتور وای چند پرینسیپ دارد. برای همین برو استعفا بده. ببین چقدر جوانای ما هوشیار شدن، ببین چقدر جوانای ما بیدار شدن. حاضرش در وقت داری استعفا بده بگوریز. حالا با امام علی رحمان خوش شرم نمیداری، ایزا نمیکشی، ببرو خلق نمیخواهد را ببرو استعفا بده. دیم با اون ملایی که در اون مسجد همون که طوری که منبر هم بولید منبر که برمان در نماز جمعه اول امام علی سر میکنه تعریف جناب عالی آخرم که تمام شد دعا. ببخشید برادر در پیش گپ برآمدین هم بسیاری بعد دومله گفتین دیگه نمونه که من یه دست گنده بزنم همین حیوانی لعین ظالمی پدر لعنتا. امام علی گوش کن به همون سگ بچه‌هات گوش کن. خداوند ما را پیروزی را نصیب کنه. در همون برای هیکل سومونی یک تگه طرف تشکیل میکنیم هم یا کشف میکنیم رنگ همون فرعون موره میگیریم میمونیم که یک حیات در همین تاجیکستان همین نسلی که میگذره که همون را بینسره که تو یک فرعون بودی، یک فرعون بودی، یک لعین خونخوری. اصلا قطعا ریشه تو از تاجیکستان کنده شوه. اصلا همین قطعا همین ریشه و اولاد اجداد از تاجیکستان با کلی قتل عام شوه. این همین قمه طرفدارون. آمین امام علی مرگ باد تو خانه سودت امام علی. برادر کجا سراسما میشه؟ این دولت ملت توحید داره کجا میگه که برای روه باید جواب گوه برای هر یک چیزی که مثال خیانتی که بسری مردم تاجیک کرد 23 سال ما را غارت کرد همین چیزا را ما باید گیریم ایده کجا میره خیلی باید جواب گوه در پیش خلق باید جواب گوه در پیش ملت تاجیک باید جواب گوه.